دردناکتر از همش اینه که آدم به سنی برسه که همکارانشو تقریبا هم از دست داده باشه، هم ناجوانمردانه قطعه قطعه شده باشه. تحملش خیلی سخت بود. آدم دلش میخواد اصلا عمری نداشته باشه که مرگ عزیزانش رو ببینه. چرا باید من مونده باشم و عزیزانم نباشن؟ و اینقدر دردناک. میدونید یه وقت میگید مرگ حقه، که من هیچ حقی در مرگ تک تک این آدما نمیدیدم. هم از بیماری بیتاجان که ناجوانمردانه تشخیص غلط، هم از مرگ استادم جناب آقای مهرجویی و همسرشون، هم خسروی عزیز که از بیماری کبد، هم فردوس کابیانی که هنوز خیلی زود بود و همه ببخشید اصلا نمیخواستم شما رو غمگین بکنم.